خصم اثری مستند و تکان دهنده از امانوئل کارر، روایتی واقعی از یکی از شوک‌آورترین جنایات فرانسه در سال 1993 است. ژان کلاد رومن، مردی که 20 سال خود را پزشک جا زده بود، با دروغ‌های پیچیده خانواده‌اش را فریب داد و در نهایت همسر، فرزندان و والدینش را به قتل رساند. کارر با شنیدن این ماجرا به ژان کلاد در زندان نامه‌هایی می‌نویسد و 2 سال بعد پاسخش را دریافت می‌کند. این پاسخ نقطه شروع تحقیقات و نوشتن کتابی است که نه تنها یک داستان جنایی بلکه یک تریلر روانشناسانه است. کارر با روایتی هیجان انگیز و پیچیده عمق روانشناختی این مرد را نشان می‌دهد و به بررسی انگیزه‌های پنهانی می‌پردازد که باعث این فاجعه شد.